سلام، خوش اومدید به این پادکست. این پادکست رو با وجود تمام اشکالاتش پذیرفتم و آپلودش کردم و الان در دسترس شماست. وقتی بچه یا جوان‌تر بودید حتما اشتباهاتی کردید و مامان بابا، بزرگترها، معلم‌ها و همکلاسیاتون سرزنشتون کرده باشن و شما دچار وسواس فکری میشید و همه چی رو تحلیل میکنید که یه وقتی چیزی رو از قلم نندازید و اشتباه نکنید. شما میخواین بی‌نقص و کامل عمل کنید. میخواین همه رو راضی نگه دارین. میخواین همه شما رو تایید کنن، بهتون افتخار کنن، راجع به موفقیتاتون صحبت کنن. شما دنبال اون مهر تایید میگردین وگرنه از خودتون راضی نیستین. خودتون رو ارزشمند نمیدونین و فکر میکنید ناکافی هستین و این فکر باعث حس نارضایتی از خودتون میشه. برای مثال بعضی ها دنبال تاپ ترین دانشگاه، بهترین رشته، بهترین رتبه و بهترین درصدها تو آزمون ورودی دانشگاه هستند و ارزشمندی خودشون رو با نام دانشگاه گره میزنن و اگر تلاشاشون نتیجه نده و خسته بشن یا هر اتفاقی تو این مسیر براشون رخ بده باعث ناامیدی بزرگی میشه و اون فرد فکر میکنه زندگیش دیگه تموم شده. نه اصلا اینطور نیست. ذهن تو فقط یک مسیر رو از قبل تصور کرده بود و فقط با اون مسیر ادامه حیاتش رو میدید و حالا چیزی که تصور کرده بود به واقعیت تبدیل نشده و اینطوریه که ذهن دست و پاش رو گم میکنه و احساس خطر میکنه. این خطر واقعی نیست. تو راجع به بعضی موضوعات باورهای غلطی داری. این باورها رو میشه درستش کرد. اول از همه تو ارزشمندی، فارغ از قبولی یا مردود شدن، فارغ از بهترین دانشگاه رفتن یا دانشگاه معمولی رفتن. چرا گرفتار این اسما میشی؟ چرا گرفتار عنوانهای بهترین و معمولی میشی؟ هر چیز جامعه میگه که درست نیست. همه دارن توی اون گرداب میچرخن و روی هوان. تو هم میخوای جزئی از اونها باشی چون اکثریت مردم داخل اون گرداب هستن؟ تو میتونی جزء اون چند نفری باشی که خارج از گرداب با آرامش یه جا ساکن هستن. این گرداب هر لحظه داره میچرخه و افراد بیشتری رو عضوی از خودش میکنه. اما اگه داخل این گرداب هستی همین حالا میتونی بیای بیرون. تو میتونی تا آخر عمرت اشتباه کنی. کسی تو رو از اشتباه کردن منع نکرده. ما انسانیم، بپذیر که اشتباه میکنی. مگه فقط یه زمانی بهت دادن که تو فقط میتونی تا این محدوده زمانی اشتباه کنی و وقتی فلان ساده شدی حق اشتباه کردن نداری؟ چرا وقتی میخوای یه حرفی بزنی اینقدر تحلیلش میکنی؟ چرا اینقدر از قضاوت شدن میترسی؟ مردم هر کاری بخوان انجام بدن میدن. حتی اگه بهترین خونه، ماشین یا هر چیزی داشته باشی باز هم اونا قضاوتت میکنن، مقایسه میکنن، پشت سرت حرف میزنن. داری برای کی زندگی میکنی؟ ممکنه بگی برای خودم، برای خوشحالی خودم اینها میخوام. اینها که خوشحالی نیستن. اینکه این هدفها رو داشته باشی خوبه و در مسیرش با سرعت خودت حرکت کنی خوبه، اما تو همین الان ارزشمند و کافی هستی. تو نیاز نداری اونها رو داشته باشی تا احساس رضایت داشته باشی. تو که هرچی ذهن تو و ذهن بقیه بگی نیستی.